خب با عرض سلام، جلسه 12 درس تئوری جامع در خدمت شما هستم. جلسه قبل بلوک دیاگرام موتور القای استفاز رو به دست آوردیم و این جلسه میخوایم توی مطلب شبیه سازیش رو انجام بدیم. همینطور که توی این شکل ملاحظه میکنید توی این بلوک دیاگرام ورودی ما ولتاژ هست، ولتاژ سه‌فاز استاتور و سه‌فاز روتور. از روی ورودی ولتاژ ما شار رو به دست آوردیم و از روی شار و ماتریس اندوکتانس جریان رو به دست آوردیم و از روی جریان توانستیم گشتاور تولیدی موتور رو به دست بیاریم و همینطور از روی معادله مکانیکی که اینجا پیاده سازی شده می توانیم سرعت مکانیکی، سرعت الکتریکی و پوزیشن یا موقعیت روتور رو به دست بیاریم. دو تا نکته مهم وجود داشت که توضیح دادیم: ساختن ماتریس L و ساختن ماتریس DL به دی تتای R که توی صفحه بعد من توضیحاتش رو دارم. برای پیاده سازی بلوک دیاگرام من اولین کاری که خواهم کرد پیاده سازی ماتریس L و سپس پیاده سازی ماتریس DL به دی تتای R هست. و برای اینکه بتونیم شبیه سازی رو انجام بدیم از روی کتاب کراس که اینجا داریمش میتونیم استفاده بکنیم. Analysis of Electric Machinery and Drive System Third Edition، ویرایش سوم، سال 2013، پال کراس. تو این کتاب صفحه اگر سرچ بکنید 258 فصل 6 این کتاب یک جدولی رو در اختیار شما قرار میده که مربوط به اینداکشن ماشین پارامترز هست، پارامترهای ماشین های القایی، از ماشین کوچیک 3 اسپی تا 2250 اسپی رو شما تو این جدول اطلاعاتش رو به صورت کامل دارید. اطلاعاتی که به شما میده ولتاژ ترمینال موتور هست که ما به عنوان مثال از موتور 220 ولت میخوایم استفاده بکنیم تو این شبیه سازی. سرعتش 1710 RPM هست و این سرعت به ما نشان میده که سرعت سنکرون 1800 RPM و در نتیجه تعداد قطب‌های موتور 4 تا هستش. تی بیس یا بیس گشتاور یا همون گشتاور نامی 11.9 نیوتن متر هست. جریان بیس ABC بر حسب آمپر 58 آمپر جریان نامی موتور هست و همینطور پارامترها مقاومت استاتور RS، رأکتانس نشتی استاتور XLS و رأکتانس مغناطیسی XM و بعدی رأکتانس نشتی روتور XLR پریم یعنی انتقال یافته به مدار استاتور و همینطور مقاومت روتور انتقال یافته به مدار استاتور همه رو به ما داده، به اضافه اینکه در انتها J یا اینرسی ماشین رو هم داده. من اطلاعاتی که اینجا توی خط اول رو میبینید اطلاعات مورد نیازم رو از اینجا برمیدارم و در یک ام فایل توی مطلب وارد میکنم. خب برای اینکه سریعتر پیش بریم من این کارو کردم. پس من وارد ام فایل میشم. اینجا توی ام فایل CLC و کلیر آل رو لازم هست در ابتدای همه برنامه‌ها مینویسیم برای پاک شدن ورک اسپیس. جی رو یا اینرسی رو مشخص کردم 89 هزارم کیلوگرم متر مربع. جدول رو دوباره چک بکنیم. اینجا کیلوگرم متر مربع 89 هزارم و همینطور بقیه پارامترها رو داخل ام فایل مطلب وارد میکنیم. تعداد قطب‌ها رو 4 دادم. فرکانسی با فریک مشخص کردم 60 هرتز هست این موتور. اومگا یا 2PF هستش، اینو تعریف کردم 2P ضرب در فریک. ولتاژی که در جدول داده بود 220 ولت لاین تو لاین RMS بودش که این رو من اینجا نوشتم و از روی ولتاژ خط به خط RMS مقدار ماکسیموم ولتاژ فاز رو به دست آوردم، اسمش گذاشتم VM که میشه ولتاژ خط به خط RMS ضرب در SQRT رادیکال 2 تقسیم بر رادیکال 3 یا رادیکال 2/3. با این ما میتونیم
با این رابطه به راحتی میتونیم ولتاژ پیک یا ماکسیموم فاز رو از روی ولتاژ خط به خط RMS به دست بیاریم. چند تا پارامتری هم که داشتیم، مقاومت استاتور روتور رو وارد کردیم، رکتانس نشتی استاتور، رکتانس نشتی روتور و رکتانس مغناطیسی. برای اینکه بتونیم از روی رکتانس ما اندوکتانس رو به دست بیاریم، کافیه که رکتانس ها رو تقسیم بر 2πf یا اومگا بکنیم که این کار رو هم انجام دادیم. XLS تقسیم بر اومگا XLLS رو به من میده، XLR تقسیم بر اومگا LLR رو به من میده، XM تقسیم بر اومگا LM رو به من میده. و همینطور جمع نشتی و مغناطیسی رو برای استاتور با LS نشون دادم و همینطور نشتی روتور به اضافه مغناطیسی رو با LR نشون دادم. و اینجا کاری که کردم، ماتریس خودی استاتور یعنی LSS که یک ماتریس 3x3 هستش رو تشکیل دادم. اینها رو اگر بخواید بیشتر متوجه بشید که چی هستن، باید به فیلم های جلسات قبل یعنی جلسه 11 و قبل ترها مراجعه بکنید. اونجا کامل توضیح داده شده که ماتریس LSS که اندوکتانس خود سیمپیچ های استاتور رو در بر میگیره به این صورت هست: خط اول LS منهای که LS رو اینجا میبینید مجموع LM و اندوکتانس نشتی استاتور هست. در خط اول LS منهای LM دوم منهای LM دوم، در خط دوم منهای LM دوم LS منهای LM دوم، در خط سوم منهای LM دوم منهای LM دوم و LS. خطها رو هم که با سمیکالن از هم جدا کردیم. و همینطور برای روتور فقط فرقش با استاتور این هست که به جای LS LR که اینجا تعریف شده در نظر گرفتیم. و ماتریس بعدی که باید اینجا مشخص بکنیم ماتریس مقاومت R هستش که یک ماتریس 6x6 هست، چون تعداد سیمپیچ های ما 6 تا هستن، 3 تا روی استاتور و 3 تا روی روتور. اینجا مشخص کردیم. روی خط اول RS رو داریم 5 تا 0 و همینطور شیفت پیدا میکنه. روی خط دوم RS رو یه دونه شیفت میدیم جلو، میشه 0 RS، بعد 4 تا 0 و همینطور خط سوم برای استاتور و خط چهارم تا ششم برای روتور. خطها رو میبینید با سمیکالن جدا کردیم و اینجا برای اینکه بریم به خط بعدی از 3 تا نقطه استفاده کردیم. این کل فایلی هست که من اسمش رو گذاشتم Induction 3 Phase Parameters. پارامترهای یک موتور القایی رو اینجا وارد کردم. هر موتور دیگری که شما داشته باشید فقط کافیه که بیاید اینجا به عنوان مثال اینرسیش، تعداد قطب‌هاش، فرکانس کاریش و ولتاژ ترمینالش، ولتاژ لاین تو لاین RMSش رو وارد بکنید و بعد پارامترهای مدار معادلش که این 5 تا هستن رو وارد بکنید و بعدش میتونید اون موتور رو شبیه سازی بکنید توی سیمولینک مطلب. خب حالا کار بعدی که ما باید بکنیم اینه که بریم توی سیمولینک مطلب. این فایل سیمولینک مطلب هست. اینجا از توی لایبرری من بلوک هایی که نیاز دارم رو باید بیارم، ولی قبلش میرم داخل این فایلی که از جلسه قبل داشتم. ببینید چه بلوک هایی رو من نیاز دارم. اینجا توضیح دادیم برای ساختن ماتریس اندوکتانس 6x6 ماشین که خودش شامل 4 تا بلوک 3x3 هستش یعنی LSS که این مشخص شد. LSS رو من توی این فایل مشخص کردم، RR رو هم توی این فایل مشخص کردم. الان اینجا میخوام من در واقع LSR رو مشخص بکنم. برای ساختن LSR گفتیم که این رو ما نیاز داریم: کوسینوس تتای R، کوسینوس تتای R به اضافه 2π سوم و کوسینوس تتای R منهای 2π سوم. خب بالاتر هم اشاره بکنیم که این کوسینوس تتای R ها از کجا اومدن. خب چند صفحه بالاتر اگر بریم اینجا مشخص هست. حالا کاملترش رو من اگر بتونم بیارم، صفحه بالاتر اگرم اینجا نباشه میریم از روی کتاب کراس میتونیم. خب اینجا نیست، برمیگردیم سر جای خودمون. از روی کتاب کراس این اندوکتانس ها رو پیدا میکنیم برای موتور القایی. خب میریم سراغ کتاب کراس. توی کتاب کراس ابتدای همین فصل موتور القایی یعنی ابتدای فصل 6، اینجا فصل 5 تمام میشه، اینجا فصل 6 شروع میشه. Symmetrical Induction Machines.
اینجا اگر بیاید پایین اندوکتانس های موتور القایی رو میتونید ببینید. در واقع من LS رو که اینجا مشخص کرده با LSS مشخص کردم. این اندوکتانس خودی استاتور، اندوکتانس خودی روتور و اندوکتانس LSR متقابل بین روتور و استاتور که میبینید به این شکل هست. خب من کاری که میخوام بکنم، میخوام این ستون اول رو توی مطلب پیاده سازی بکنم، یعنی کوسینوس تتای آر، کوسینوس تتای آر منهای 2π² و کوسینوس تتای آر به اضافه 2π². یعنی یه بلوکی در نظر بگیرم که ورودی تتا آر رو بگیره و این ستا رو برای من درست بکنه و بعد اینو که ساختم میتونم ستون دوم رو هم کنارش با یه شیفت بسازم و همینطور دوباره با یه شیفت دیگه میتونم ستون سوم رو هم بسازم و همین کار رو الان من میخوام توی مطلب انجام بدم. ببینید به چه شکل هستش. خب برمیگردیم توی مطلب و این ستون اول رو میسازیم. خب توی مطلب از قسمت لایبرری براوزر میتونیم وارد بشیم و بلوک هایی که کلا نیاز داریم رو از همون ابتدا اضافه بکنیم. خب منتظر وای میسیم تا لایبرری براوزر باز بشه. خب سیمولینک رو باز میکنیم، commonly used blocks رو باز میکنیم. خب اینجا خب همینجا میاره، من از همینجا انتخاب میکنم بلوک هایی که نیاز دارم رو اضافه میکنم به بلوکم. البته میتونیم با درگ هم این کار رو انجام بدیم. دیماکس رو، گین رو، اینپوت رو، بعد یک اسم اینهایی که نیاز دارم رو من همین الان اضافه میکنم. این اوت و ماکس رو میخوام، پروداکت رو میخوام و اسکوپ رو میخوام، سام رو میخوام. خب ساب سیستم هم که کرییت میکنم خودم و خب این commonly used block ها بودن. حالا از continuous چیز خاصی نمیخوام. discontinuous, discrete, logic, lookup table, math operation. از math operation بلوک هایی که نیاز دارم. خب اد رو آوردم. خب من باید بگردم و این رو میخوام برای ساختن ماتریس. این رو میخوام و مس فانکشن هم میخوام. این دوتا پروداکت رو اضافه کردم و ساین ویو فانکشن نمیخوام و that's it. خب برمیگردیم بالا. از ماتریکس اپریشن خب مادر پورت سیگنال روتینگ رو هم میخوام. از سیگنال روتینگ من فرام و گوتو رو میخوام. اد، اینم اد. خب این هم از این. بعد پایین تر سورس هم میخوام. از سورس من سورس کانستنت رو میخوام و سورس سینوسی. کانستنت و ساین ویو رو میخوام و از فانکشن هم یوزر دیفاین فانکشن FCN یا مطلب فانکشن رو هم میخوام. خب اینم از این و تمام. این رو میبندیم. تقریبا کلی بلوک هایی که نیاز داشتیم رو ما آوردیم. اینا رو جدا میکنیم. خب بعد هر جا هر کدوم نیاز داشتیم استفاده میکنیم. خب کانستنت دوباره آوردم، پاکش میکنم. اولین چیز گفتم که FCN یا مطلب در واقع مطلب فانکشن هست. خب برمیگردم به کتاب. اینجا کوسینوس تتا رو میخوام بسازم و میرم داخلش. باز میشه.
مطلب فانکشن. خب میبینید که نوشته فانکشن y برابر است با fcn u. خب y برابر است با، من اینجا باید بنویسم کوساین پرانتز باز u پرانتز بسته. این میشه در واقع از ورودی کوسینوس میگیره. خب این اوکی شد. برمیگردیم دوباره همینو من کپی میکنم اینجا و واردش میشم. خب اینجا کوسینوس یو خط دوم رو نگاه میکنم، منهای 2 سوم. اینجا می‌نویسم یو منهای 2 ضرب در پی تقسیم بر 3. این هم از این و برمیگردم صفحه قبلی. یکی دیگه از این کپی میکنم اینجا، منها رو انجام دادم، حالا به اضافه رو انجام میدم. سومی میشه به اضافه. خب باز میکنیم این منفی رو میکنیم به اضافه و برمیگردیم. خب یه سیو هم همینجا انجام میدیم. خب اسمش رو اینداکشن تری فیز و یه پسوند مثلا یکم در نظر میگیریم. سیو. خب این FCN های ما میان در واقع چکار میکنن؟ این ستا رو برای من درست میکنن. این ستا که درست شد، من این ستا رو باید بگیرم به کمک ماکس. یه ماکس میارم اینجا، ماکس ستایی. این ستا رو میدم به، خب اندازش رو تنظیم میکنم یکم کوچیک‌تر بشه. حالا متاسفانه خیلی یاری نمیکنه، کوچیک‌تر میخواستم بشه. کنترل رو میگیرم و اینو وصل میکنم به این ستا. خب این الان ستا روی یک ستون قرار گرفتن به این صورت که میبینیم. خب کاری که باید بکنیم الان، خب من اینو برای چی زدم؟ کاری به این ندارم. خب یکی هم از اینا میخوام. این ببینید چیکار میکنه. بهش میگیم ما ماتریکس کانکاتنیت میاد در واقع ورودی ها رو میگیره و توی یک ماتریس اینها رو جایگذاری میکنه. خب ورودی من 3 تا ستون هستن، پس ورودی من باید 3 تا باشه. نمبر آف اینپوتس من 3 تایی هستش و این دو رو هم توضیح بدم. اینجا گفته این 2 خط آخر رو بخونید کافیه. گفته که میخوای این ورودی ها رو به صورت ورتیکالی، که ورتیکالی یعنی عمود بر هم روی هم بذارم، یک رو انتخاب کن و اگر هوریزونتالی یعنی به صورت افقی کنار هم میخوای بچینی 2 رو بذار، چون من میخوام افقی بذارم. این 3 تا اولو بذارم، بعد 3 تای دوم، بعد 3 تای سوم رو بذارم و 2 رو انتخاب کن. این هم بس 2 اوکی هستش. بعد این رو وصل میکنم به اولی. حالا میرم سراغ ستون دوم. میرم تو کتاب نگاه بکنید. ستون دوم میگه که اولی بره به دومی، دومی بره به سومی و سومی بیاد به اولی. همین کار رو به راحتی من میتونم توی مطلب پیاده سازی بکنم. ببینید به چه شکل انجام میدم این رو. خب من میام پایین تر یکم. خب یکی از اینا میخوام کپی میکنم میارم اینجا. اینا رو هم سعی میکنم یکم کوچیک‌تر بکنم. بعد اینم کوچیک‌تر بکنم. حتی کوچیک‌تر هم نمیشه این صورت. اینم کوچیک‌تر بکنم. خب نگاه کنید، گفتیم که اولی میاد به دومی به این صورت. اولی به دومی، اولی به دومی، دومی به سومی، یعنی اینم دوم به سومی و اینم که میاد اینجا 3 به 1. و اینو میدم به ستون، میگم اینو بذار روی ستون دومت و دوباره یک دیگه. خب این اوکی هست. کمی بریم بالاتر.
یکی دیگه از اینا کپی میکنم میذارم پایین. حالا چیکار میکنیم؟ میگیم که اولی اینجا رفت به دومی و دومی. آره خب و اولی به دومی. حالا دومی یا اولی این رو بگیریم دوباره اولی به دومی. پس میاد اینجا اولی به دومی، بعد دومی بره به سومی، یعنی این بشه به این صورت. دومی شد به سومی و سومی به اولی. اینم از این. بعد این ستا رو که شیفت دادیم میذاریم روی ستون سوم. خب برگردیم به کتاب. من الان این ستا ستون رو به صورت هوریزونتالی کنار هم چیدم و نکته بعدی LSR که توی فایل من LMSR بود یا همون LM. بعد از اینکه ماتریس پریمدار رو به دست آوردیم اسمش گذاشتیم LM و LM رو باید لحاظ بکنیم. خب برمیگردیم توی کتاب. خب توی ام فایل و اینجا LM رو با یک گین، خب گین من اینجا هست، گین اینجا در نظر بگیریم. خب داخل این من LM رو باید اضافه بکنم. اوکی. خب البته LMی که اینجا هستش گفتیم که یه 2/3 هم باید ضرب بشه، یعنی LMی که من اینجا دارم برای ماتریس هم یه ضریب این LMی که هست LMی که LM صفاس هست، این چیزی که XM اسمشو میذارم XM3، بعد XM3 XM1، بعد میگم XM1 رو من میخوام. XM1 برابر است با XM3 اینو قبلا توضیح دادیم که از روی مدار معادل که ما داریم استفاده میکنیم این رو باید تقسیم بر 1/5 بکنیم. تقسیم بر 1/5 XM1 یا اون XM دیگه اسمش بذاریم که دیگه نیاز به تغییر بیشتر نباشه. XM3 هست، یعنی مدار معادل از روی مدار معادل موتور سه فاز برداشتیم اینو XM3 و 1/1/5 تقسیم میکنیم بهش و XM به دست میاد، بعد LM. خب این اوکی. بعد از این LM اینجا من اومدم و توی مطلب استفاده کردم و درست است. خب این رو ما الان ساختیم. مرحله بعدی ببینید باید چیکار بکنیم. خب نگاه کنید این ساختم اینو. حالا یه ترانسپوز میخوام، بعد LSS و LRR اینا رو بیایم یه ماتریس دیگه بسازیم. خب دوباره من این دوتا رو کنار هم میخوام بچینم، یعنی LSS و LSR رو کنار هم بچینم به صورت افقی. این دوتای پایین هم به صورت افقی کنار هم میچینم و بعد نتیجه رو به صورت عمودی زیر هم دیگه میچینم. خب برمیگردم به مطلب، دوباره یکی از اینا رو میارم کپی میکنم اینجا. خب این بار دوتا ورودی دارم. دومیش میشه همین LSR، اولیش هم یه کانستنت بیاریم که از اینا رو میارم اینجا و اینو وصل میکنم به این. اسم اینم میذارم LSS که یک ماتریس 3x3 هست، میاد وارد میشه. بعد از بلوک هایی که اینجا داریم من این رو از فانکشن رو بیارم باید اینجا. البته یه کپی هم ازش نگه داریم. خب اوکی. یه ترانسپوز میخوام بکنم این رو
این از این داخلش میرم و ترانسپوز رو انتخاب میکنم. ترانسپوز اینجا هستش. اوکی. خب یکی از اینا میچینم اینجا، این رو وصل میکنم، یه دونه از اینا میارم اینجا و میگم ماتریس اینم LRR، اینم شیفت LRR رو اینجا وارد میکنیم. اوکی. خب حالا این دوتا رو چیکار میکنم؟ به صورت عمودی، یعنی دوه باید بشه یکی از اینا دوباره کپی میکنم، میگم که حالا دوتا ولی این رو یک میذارم که به صورت عمودی روی هم بذاره. اینو وصل میکنم به این پایینی هم وصل میکنم به این. این هم میشه خروجی من. اینجا هم من یک ورودی، اینا رو به هم وصل بکنیم. یه ورودی باید در نظر بگیرم براش. از این اینپوت و اوتپوت این رو میارم اینجا، این رو وصل میکنم و اینها رو هم به این وصل میکنم. به این صورت این هم میذارم روی اوت، اینو پاک میکنم و دوباره وصلشون میکنم به هم. خب این هم از این. خب چیکار میکنیم حالا؟ کل اینو انتخاب میکنیم، یک ساب سیستم باش درست میکنم به این صورت که میبینید create subsystem for selection. اینها رو نزدیک هم میذارم، اینو اوت هم به این صورت میشه. خب این ورودی تتا رو میگیره و خروجی ال رو به من میده. من همینو دوباره کپی میکنم، کلش نمیخوام، همینو کپی میکنم اینجا، میگم دوباره ورودی تتا رو بگیر. ریز شده و من زوم بکنم روش به این صورت. اوکی. ورودی تتا رو بگیر و داخلش حالا باید من یه تغییراتی بدم. نگاه بکنید، بریم توی فایلی که داشتیم، اینو ما ساختیم. حالا اینجا این ماتریس رو میخوام بسازم. به جای LSS در واقع مشتق گرفتیم، از LSS شده 0، LRR هم 0. اینجا مشتق باید بگیریم. مشتقی که میگیریم فقط کافیه این کوسینوس ها تبدیل میشن به منهای سینوس. پس این رو تغییر میدم و 2 تا 0 قرار میدم و این شبیه به بالایی ساخته میشه. ماتریس مشتق L نسبت به تتا R. ببینید به چه شکل انجام میده. خب میایم اینجا وارد میشیم، اولی رو باز میکنیم، به جای کوسینوس منهای ساین رو در نظر میگیریم و شیفت کپی میکنم، میام بیرون، دومی هم وارد میشیم، این رو هم میشه منهای ساین، کنترل وی، بعدی هم دوباره میایم منهای ساین قرار میدیم و میایم بیرون. به این صورت اینا رو هم چیکار میکنیم؟ به جای LSS زیروز انتخاب میکنم. زیروز چند در چند؟ 3 و 3. کنترل آ کپی، بعدی هم همینو پیست میکنم. خب 0 رو دادیم، اینم تغییر مشترکش هم گرفتیم، بقیهش دیگه اوکی هستش. این میشه ماتریس DL به دی تتای آر. یه سیو هم انجام میدیم با هم. خب اینجا من اینا رو فرام و گو تو میزنم براشون. برمیگردیم از بلوک های فرام و گو تو. این فرام، اینم گو تو. خب این شاید نیاز باشه، بالا کپیاشون نگه میدارم، بعدا استفاده میکنیم. اینو من پاک میکنم الان، اینو میارم اینجا وصل میکنم، اینم پاک میکنم، یه دونه اینجا، یه دونه کپی پایین وصل میکنیم. خب این میشه اسمش، اینو میذارم TH تتا. این تتای من میشه. خب خروجیش میشه L، اسم اینو میذارم L، ماتریس L و بعدی DL. این هم میذاریم دی کوچیک L. اینا رو باید
من تتا رو باید درست بکنم، اتوماتیک خواهید دید که این تتا درست میشه، از معادلات خروجی معادلات مکانیکی میشه تتا. ال و دی ال هم که هر جا نیاز داشتم استفاده میکنم. خب این اصل داستان شاید همین بود به نظر من. بقیه‌اش دیگه خیلی ساده است. من الان نگاه کنید این سه تا سینوسی رو میارم، جمع کنندم میذارم، یک اسمم داشتم، یک اسمم میارم اینجا و بلوک ثابتم فعلا بره بالا، اینم فعلا باشه این طرف. خب این یک اسم رو وصل میکنیم، کنترل. خب بعد یه بلوک گین، الان گینمو این داخل جا گذاشتم، یه کپی از گین بگیریم. کپی من برای اینکه به کتابخون نرم این کارو میکنم، کنترل وی. خب این گین رو میذاریم بالا، بعد ازش کپی میگیریم، هر جا نیاز بود یه کنترل آی میچرخونتش 180 درجه. این اسمشو میذارم R، ماتریس R، و این رو هم باید تبدیل بکنیم به K ضرب در U ماتریکس. خب بعد این رو وصل میکنیم به این رو وصل میکنیم اینجا، اینو منفی میکنیم، اینم از این و ورودی. حالا من 6 تا ورودی باید بیارم و این 6 تا رو خب ماکس رو برداشتیم گذاشتیم این داخل، دوباره اینم کپی ازش بگیرم بیام بیرون، کنترل وی. خب اینجا من اینو بکنم 6 تا، 9 تا نه 6 تا، 6 تا ولتاژ رو میخوام وصل کنم به عنوان ورودی، اینجا میخوام وصلش بکنم به اینم 6 تا ورودی. خب اولیش یک سینوس هست، میرم داخل، امپلیتود یا دامنش رو میذاریم VM، توی ام فایل تعریف کردم و فرکانسی رو میذاریم چون رادیان بر ثانیه هست میذاریم اومگا که اون طرف تعریف کرده بودیم. خب بقیهش فعلا برای فاز اول هیچ فیزی رو در نظر نمیگیرم. خب همینو من کپی میکنم برای فاز B. تنها تغییری که باید بدیم این فیز رادیان هستش، منهای 2 ضرب در P تقسیم بر 3 هستش. اینم اوکی میکنم و همینو کپی میکنم برای سومی. برای سومی این رو میکنیم به اضافه و تمام. خب برای روتور چون اتصال کوتاه هست 3 تا 0 در نظر میگیرم، این رو میتونم بیارم اینجا و برای اینکه مشخص بشه خب این رو 0 و میتونیم یه بردار 0 3 در 1 هم بدیم، ولی من به این صورت میذارم که کامل مشخص بشه. ما 3 فاز استاتور و 3 فاز روتور رو با یک کنترل وصل میکنیم به عنوان ولتاژ ورودی. یک اسم این میشه در واقع لاندا. حالا ال اینورس ضرب در لاندا میشه آی. این رو میخوایم پیاده سازی بکنیم، یه دونه از این پرادکت ها میاریم اینجا میذاریم، اولیش رو باید ال اینورس بدم و دومی رو لاندا و اولی باید ضرب بشه، اینم باید بشه ماتریکس. اولی ال اینورس باید یعنی تقسیم و بعدی ضرب، ال اینورس ضرب در لامدا. این صورت این میشه لامدا. لامدا رو وصل میکنم به این هم من در واقع ال رو میدم، این ورودی اینورس هست دیگه، یعنی هرچی بهش بدی اینورسش میکنه. پس این ال رو باید بدیم به این، یه فرام کپی میکنم میارم بالا هم داشتیم، حالا این لازم نبود، همینو من میذارم اینجا، اسکوپ بره بالا، اینو وصل میکنم به این. اینجا رو باید اسمشو بذاریم همین ال رو من میدم به این. خب همینجا باید ال باشه، ال رو انتخاب میکنیم و اوکی. خب این میاد ال اینورس ضرب در لاندا، این میشه جریان، پس اشتباه هست، این رو نباید وصل بکنیم به این باید بیاد اینجا، این میشه جریان من. خب برگردیم به جزوه. بالا اینو من انجام دادم در واقع، ال اینورس ضرب در لامدا، ال اینورس ضرب در لامدا، اینو انجام دادیم دیگه. بالاتر
این قسمت رو من انجام دادم. آی میاد. حالا کاری که باید بکنم اینه که این رو، یعنی پی یک دوم پی دوم که میشه پی چهارم، آی ترانسپوز دی ال آی، یعنی یک سه تا ماتریس رو باید در هم ضرب بکنم، نتیجه رو در پی چهارم ضرب بکنم تا تی ای رو به من بده. خب این کارم انجام میدم. اینجا خب دوباره یه پروداکت برمیدارم میذارم اینجا و میگم که شما سه تا ضرب انجام باید بدی. اوکی. خب یکم بازش میکنیم که ببینیمش. خب این خوبه. خب اولیش آی ترانسپوز هست. خب میذارم اینجا. خب ترانسپوز رو هم از این ما میتونیم استفاده بکنیم. بیارم اینجا، این وصل میشه، اینم وصل میکنم، میکنم ترانسپوز. خب این آی ترانسپوز. دومی یکی از فرام ها رو انتخاب میکنم، اینو کنترل میگیرم وصل میکنم به این. خب مرتب. خب مرتب نمیشه. خب اینو چی باید بدم؟ DL باید بدم. این رو DL انتخاب میکنم، اینم DL و سومیش میشه خود I. اگر بره جلوتر و این بزرگتر بشه، این بیاد اینجا و این رو من I انتخاب بکنم به این صورت. خب شد I ترانسپوز DL و داره I. خب خروجیش یه گین میذارم. گین من باید مقدارش باشه P شیفت P چهارم. اینم از این. خب اینم P چهارم. خب این میشه گشتاور. یک جمع کننده میارم اینجا. خب اینو باید کنترل آی بچرخونم و بعد منفی مثبت و یه خط. خب این میشه تی ال، تی ای منهای تی ال. پس این تی ای هست. این منفی مثبتش رو باید برعکس بزنم، اینجا باید بزنم مثبت منفی. این میشه تی ای. ورودی تی ال رو یه کانستنت میذارم. خب اینجا کنترل آی میچرخونمش، میاد اینجا و اینم تی فعلا مقدارش یک هست. و ببینید چی کار میخوام بکنم. تی منهای تی ال. برگردیم توی جزوه دوباره ببینید کجاییم الان. تی ای منهای تی ال. حالا یک گین یک بر جی، بعد یک اسوم. یک بر جی گین رو برمیداریم. خب همینو من برمیدارم میذارم اینجا، کنترل آی. اینو میذارم یک بر یک تقسیم بر شیفت جی اینتر. خب اینو وصل میکنیم. بعد یک اسوم میارم اینجا، اینم کنترل آی برمیگرده و تعداد اینجا یه صفر گذاشته بودم. این نکته مهمی هست، اینجا باید برگردم. این 6 تایی هستن، در نتیجه ما اینجا 6 تا صفر میخوایم. 1 2 3 5 6 و این 6 تا صفر رو اوکی میکنیم. خب اینم وصل میکنیم به این. برگردیم به جزوه. خب این میشه اومگای مک، بعد گین پی دوم و یه انتگرال دیگه تا دتایا رو به دست بیاد. از گین و انتگرال گیر میکنم. دوباره برگردیم، همینو کپی میکنیم، اینا رو هم بذاریم یکم اینورتر. خب همین دوتا رو من کپی کنترل وی بیارم اینجا و وصل بکنم به این. خب این گین من میشه این پی دوم، پی تقسیم بر 2 و اینم تمام میشه تتا. اینو پس یکی از اینا بردارم بذارم اینجا، کنترل آی، اینو وصل بکنیم به این و داخلش اسمش رو بذاریم تتا و تمام.
این تتا میره اینجا و این ال ها رو میسازه، ال میره اون بالا، دی ال هم میاد اینجا. خب این هم از این. حالا دیگه من اینایی که اضافه است رو پاک میکنم، من اینو نمیخوام، اسکوپ رو میخوام، اینا رو هم دیگه نیاز ندارم، اینم بره کنار، اسکوپ بیاد. مثلا من سرعت رو بتونم ببینم قبل از پی دوم، سرعت مکانیکی رو میخوایم ببینیم با هم. خب اینم سیو. خب این فایلم رو برم رام بکنم، پارامترها لود بشن و این از این فایل اینجا توی ورک اسپیس انجام میشه، لود میشه در واقع و اینجا یه ران، 10 ثانیه هم زیاده، 1 ثانیه کافی. حالا با وریبل استپ ببینیم کار میکنه، اگر نتایج خوب نبود میتونیم استپ ها رو تغییر بدیم. خب ران شد، من سرعت رو باز میکنم، اسکوپ مربوط به سرعت و میبینید که از سرعت 0 موتور استارت خورده و به سرعتی که باید رسیده. برای اینکه تبدیل بکنیم، این واحدش الان رادیان مکانیکی بر ثانیه هست و این رو ما باید ضرب در 60 تقسیم بر 2 پی بکنیم یا 30 پیوم. خب یه گین اینجا من بذارم، این انجام میشه، یه گین اینجا کپی میکنم و داخلش 30 تقسیم بر پی آی در نظر میگیریم، دوباره رام میکنیم، سرعت باید بره نزدیک 1800 و میبینید این بالا 2000، این هم 1800. این از سرعت. حالا گشتاور رو من 1 گذاشته بودم، میتونیم بالاترم ببریم یا اول اصلا گشتاور 0 بذاریم، یعنی اینکه هیچ باری روی موتور نباشه که سرعت باید برسه به 1800. این حالا زوم بکنید 1800 خواهید دید. و یه کار دیگه هم باید بکنیم، این هست که ما بتونیم جریان ها رو ببینیم. این الان جریان هست، ما اینجا باید اینا رو دیمکس بکنیم. خب از لایبرری دیمکس رو من بیارم، پاکش کردیم از commonly used و دیمکس بیاریم اینجا و از اینجا که آی هست انتخاب بکنم، اینم ببندم، اینم برای اینکه فول زوم بشه. خب نگاه کنید الان من این اسکوپ رو میارم اینجا برای جریان، این ستای اول رو برمیداره، یعنی این تبدیل، این 6 تا رو تبدیل میکنه به 2 تا ستایی، این میشه برای استاتور و این هم جریان روتور، هم وصل میکنیم به این. خب الان که گشتاور بار 0 هست و هیچ استکاکی هم شبیه سازی نشده، ما انتظار داریم که جریان های روتور به 0 برسن، سرعت به 1800 برسه و جریان استاتور هم یک مقداری داشته باشن. رام میکنم، جریان های استاتور رو میبینم. خب به این صورت ابتدا جریان زیاد هست، بعد کم میشه و به مقداری که میبینید میرسه. اینجا بزرگم بکنیم. حالا خب یکم شکسته است، این بخاطر سالوری هست که انتخاب شده، این رو ما میتونیم بهبود بدیم. حالا اینم بهتون میگم. خب مقدار جریان مشخص هستش، مقدار پیک حدود نزدیک 7 آمپر هست و برای روتور هم میبینید که جریان های روتور ابتدا فرکانسشون بالا است، دامنشون زیاده، بعد فرکانسشون کم میشه و در نهایت به 0 رسیدن. ما بار رو میذاریم تقریبا نزدیک بار نامی، 11 بود، من 10 میذارم و دوباره ران رو انجام میدیم. جریان استاتور رو میبینید به اون شکل سینوسی که میخوایم در نیومده و همینطور جریان روتور فرکانسشون اومده پایین ولی 0 دیگه نمیشه، جریان روتور 0 نمیشه چون بار روی موتور وجود داره. خب با یه کنترل ای ما وارد پارامتر کانفیگوریشن یا کانفیگوریشن
پارامترز میشیم. میتونیم سالورها رو تغییر بدیم، مثلا بیایم ODE 20TB رو انتخاب بکنیم بدون اینکه استپ رو تغییر بدیم، یه بار اعمال بکنیم، رام بکنیم و نتایج رو ببینیم. حالا بهتر شد، یعنی همین تغییر اون در واقع سالور مشکل رو حل میکنه و جریان رو شما میبینید که به چه صورت هستش. خب این پس شد از شبیه سازی کامل یک موتور القایی در فضای واقعی بر اساس توضیحاتی که در جلسات قبل داده بودیم و طبق جزوه ما این پیاده‌سازی رو انجام دادیم. به عنوان تمرین اگر دوست داشتید میتوانید به همون صفحه‌ای که گفتم 258 برید و برای موتورهای دیگه، یعنی برای موتور 50 اسب، موتور 500 اسب و موتور 2250 اسب شبیه سازی ها رو انجام بدید و با نتایج شبیه سازی در کتاب با این نتایجی که اینجا هست مقایسه بکنید. به عنوان مثال گشتاور بر حسب سرعت رو رسم کرده، torque speed characteristic during free acceleration یعنی شتابگیری آزاد، یعنی گشتاور بار رو صفر بذارید برای 3 phase induction موتور. این رو میتونید انجام بدید و همینطور برای موتور 50 اسب میتونید انجام بدید. حالا من گشتاور رو بر حسب زمان و سرعت رو بر حسب زمان ترسیم کردم. شما به عنوان تمرین گشتاور رو بر حسب سرعت باید بتونید رسم بکنید و همینطور برای موتورهای بزرگتر 500 اسب و برای موتور 2250 اسب مشخصی گشتاور سرعت رو تونسته با شبیه سازی به دست بیاره و اینجا ترسیم بکنه. و همینطور جریان ها رو میبینید، جریان های استاتور، سه فاز استاتور و جریان های روتور. سه فاز روتور رو هم مشاهده میکنید، گشتاور رو مشاهده میکنید و همینجور سرعت. این رو ما الان با هم دیگه سرعت رو دیدیم، نوسانات اولیه داشت و به 1800 رسید. یعنی تو شبیه سازی هم دقت بکنید همین شکل ها رو میتونید ببینید. این سرعت هست، اون نوسانات اولیه و بعد سرعت فیکس ثابت به 1800 میرسه. این از این جریان ها رو هم یه مقایسه میتونیم بکنیم. حالا خودتون میتونید رو دقیق انجام بدید. مثلا اینجا مشخص کرد جریان اسکیلی که اینجا در نظر گرفتن 83، اون بیشتر از 83 حتی بالاتر از 100 من میتونم بگم جریان جهش داشته. بعد از حدود مثلا این اسکیل ثانیه رو هم 500 ثانیه هم در نظر بگیرید، مثلا بعد از شاید 1/2 ثانیه به اون حالت ماندگار خودش رسیده. برای هر سه تا فاز جدا رسم کردیم. ما هر سه تا فاز روی هم رسم کردیم برای استاتور و روتور، و روتور هم میبینید که به صفر رسیده چون فرید اکسلریشن بوده و باری روی روتور نبوده. اینجا همه چی مطابق هست. حالا این بار روی روتور هستش و ما میتونیم این جریان ها رو ببینیم که میبینید همون اسکیل 80 تا 100 رو اینجا هم نمایش میده. حتی میتونیم بار رو هم صفر بکنیم و دوباره نتایج رو با کتاب مقایسه بکنیم. این البته من ران نزدم، یه ران و این هم از این. میبینید که همون حدود هستش توی کتاب، بین 80 تا 100 جریان 3 تا فاز هست و بعد در حالت ماندگار هم مقداری داره که میتونید با زوم کردن ببینید و کامل مشخص بکنید که مقدار جریان در حالت ماندگار چقدر هستش. خب اگر سوالی بود توی کامنت ها میتونید بپرسید و تا جلسه بعد شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدا حافظ تا جلسه بعد.